شما رو برم. نه اوزلیم تشکر ما خودمون میرویم. من هم با همون طرف میروم. بیاید میرم. ما راستیگه ما خورسند میشویم. ما رو برده رسانید. مکتب من پیسند آمد. بیا شی. پدر دستمانا رو پرسید؟ نه نپرسید. شهریه رو دیده با فکرم فراموش کرد. شکر. حاضر فراموش کرد. تمامی عمر فراموش نمی کند گو. یک روز نه یک روز باز می پرسد. اگر این مراتبه پرسد گویی که فخریه من دیگر دروغ گفتن نمی خواهم. باید که به همه این خاتمه دهم. یعنی؟ چی گفتن میخواهی؟ نزدی مجید ارجاغلو میروی؟ چی کار میکنی یاسومان؟ مادامی که به بحر رفتیدم رفتنم لازم فخریه. قپیدم قریب می افتید. آن چیز ویران است. چی شده است؟ نمیدونم. ماهی گذشته خریده بودم ولی کار نکرد. امروز برای تعمیر میبرم. اگر خواهی من خودم تعمیرش کنم. تو تعمیر کرده میتوانی؟ میتوانم. یعنی میتوانستم. حالا باشد فراموش کردم. پیشتر با این کار سر و کار گرفته بودم. دخترها در کجایند؟ وقتی که من اینجا اومدم اونها به پایان رفتند. شهریه دخترم آسان نیست یک عائله شدن. برای این وقت لازم است تا که بینمون هم دیگر فهمی شود. هیچ گپ نی من میفهمم. اوزلیم مرو در همین نزدیکی فرار. نمیشود. من شما رو برده میرسونم. نه لازم نیست. شرط نیست مرو تو محله برده رسونی. برای چی؟ برای اون که یاسومان میبیند وی هم مثل تو رشت میکند. اوزلیم الو پدر جان شما میدونید من در کجایم و با کیم؟ جا خوبش فرایم با شمسی. بله هم کورس آوازی بهترین داشتم. پدرم با تو گپ زدن میخواهد. گوش میکنم. برای امشب از خانه بر اومدن با تو یگان فکری خوب کردنم لازم یاسومان. فخریه نمیدونم چی کار کنم. عذر که تو رو مجبور کردم که با پدرم صحبت کنی. مرا ببخش. فخریه تشکری زیاد شمسی. خودش چی گپ؟ چی کاری احمقانه؟ من بعد این کار میدونم با او چی خیل رفتار کنم. فخریه شد تمام. مگر من با ماشین مجید تا نزد در یگان بار آمده بودم؟ شمسی رو دیدی چی کار میکند؟ با یک دختری در ماشین سیر و گشت کرده گشت است. یاسومان انا دیدی آمده کنم. من در اون نمیکشویم.
کشو در رو بشکنند حاضر. آدمی ناشناس نیست اپای گلتن شمسی است. این خیلی ممکن است مگر کشو دخترم شرمنده میشویم در بین همسایه ها. ایستید نکشوید گفتم. من دیگر شمسی رو دیدن نمیخواهم. یاسومان در رو کشو. شمسی تو چی کار میکنی؟ این کارت خوب نیست. بعد گم میزنی. خدایا توبه. تو دخالت نکن. شمسی خدایا توبه. یاسومان کجا گفتم؟ چی گپ است؟ گلتر چی شده است؟ برای چی در رو نمیکشویی؟ ما با دختران نشسته بودیم. ناگهان شمسی به مثل دیوانه در رو زدن گرفت تا در رو کشویم. ما برای همین ترسیده نکشودیم. این بچه چرا به این احوال گرفتار شده است؟ چند مراتب کاتبم را به نزد تو روان کردم. گفتم میتوانی برای چی به نزد من آمدن؟ من آمده نمیتوانم. کار دارم. با من گوش کن. با من خیلی رفتار نکن. چی کمبودی داری راستش رو گپ زن. مجید کمبودی من پسری تو. منبع اساسیش همسرت. تو چی گفتن میخوایی؟ کمبودی تو معلوم شد. حسد بردن. کار را کی میکند و گناهگار کی است؟ حالا من در میدان نماندم. شکر صاحب همه چیز هستم. بله تو صاحب همه چیز هستی فروغ. بغیر از تو با من چی کار میکنی فروغ؟ آن راهی که بینمان است ویران نساز. چفل روح کریم همین همراه شد مگر؟ کنی گپ زن؟ عاقبت این راه چی است؟ عاقبت آخری راه رو هیچ کس نمیداند فروغ، لیکن آغازش رو میدونم. تو خطا را از راه میجویی یا از راه گذر، من اینش رو نمیدونم، اما من از آغاز این راه خانه‌دار بودم. من تو را فریب نکردم. ممکن تو خودت رو فریب کرده باشی. تو یک چیز رو از خاطرت نبرار که من شخصی عائله‌دار هستم. جوانی است که زمانی ما دیگر بود. آنها ترسیده یکدیگر رو دوست می‌دارند. انسان اگر کسی رو دوست دارد نمیگذارد که کسی به معشوقه سخن گوید یا اینکه یگان رفتاری ناجا کند. دستپانه یاسمن چی شد گلتر؟ من فراموش کردم در این باره بعدی آمدن شهریه و خبری مردنی پدرش تماما از خاطرم بر اومده است. من یک رفته دختران رو خبر گیرم. بیچاره شهریه دخترم از اومدنش تا حال نفهمیده است چی گپ شده است. گلتر یک چیز دیگر. چی شده که؟ شهریه کمی لباس های اوریان می پوشد. میدانم از خانه بیرون نمی براید، اما خودت میدانی که در خانه من برای همه گشوده است. برای همین خوب میشد که با او کوتاه کرده میفهموندی. مایلش خاطر نشوید، من با او صحبت میکنم. چرا شمسی رو اینقدر عصبی کردی؟ گناهگار یاسمن نیست دوگانه، بلکه شمسی. برای همین باید شمسی عذر پرسد. راستش را گویم در وقت عذرخواهیش من چنان ترسیدم که در وقت عصبی بودنش پیم را نمیابید. برای چی اینقدر بسیار میخواد؟ یاسمن پدر در پویا در خزبه در باره دستپانه و شمسی میپرسد. مگر بدید پدر با دیستا خندیده
بس کنید بگویم یک مسئله است مادر نآمد چنگش برآمد. همین خیلی نبود مگر شب هم شد. یاسومن چی کار میکنی؟ من باید از خونه برایم فخریه، اما نمیدونم چی خیل. یعنی مجید ارجاغلو رو میبینی همین خیل نه؟ وای وای وای، اگر این مراتبه در باره نقشای کشیده‌تون نگویید از شما خفه میشوم. ما چی گفتن میخواستیم؟ چی نقشه دارید؟ کدامتون نقل میکنید؟ چی گفتن میخواهد یاسومنی ما با اون مرد مشهور؟ پلین، تلفنت زنگ میزند. وای در هموم نمیشنود. تو خودت جواب ده دخترم. الو؟ الو پلین؟ با فکرم من دیگر جا زنگ زدم. نه دیگر جو زنگ نزدید. این تلفن پلین، اما من پلین نیستم. من گلرو خواهرش هستم. سلام گلرو، چی خیل تو؟ خوبم. وقتی که دیدم تو زنگ میزنی جواب دادم. چند وقت بود که تو در پاریژ بوده ای. من بسیار گپ میزنم، اما تو مرا یاد چرا داری؟ در یاد ندارم؟ تو همان دختره که زردک هستی. من کلان شدم. ها، پلین عین حال جواب دادن نمیتواند. دیرتر به اون میگویم که بس تو زنگ زند. تو بازدید. همش همین است؟ کم است. نه کم نیست. این دختر یک کاری کرده باید امشب از خونه برآید. میفهمم فخریه. من باشم برای مجید ارجاغلو شده اخبار و گویم میکنم. من با او نفرت دارم. دست پانم را از دستش گیرم، دیگر برایش نگاه نمیکنم. خواهش میکنم دروغ نگو. برای رفتن یگان دروغ نمانده است دیگر. مادامی که امشب باید از خانه برایی، کاری کرده تو رو از خانه میبرم. روزی وزنین بود امروز؟ آمدنت رو نفهمیدم. وقتی که شما رو در نزد این رسم نبینم در حال حس میکنم که یگان گپ شده است. نه یگان گپ نشده است. مادر، شما در این رسم چی رو میبینید که من نمیبینم؟ یک دقیقه سوال رو دیگر خیل میکنم. در این خانه مصوره های آویزان شده تیسیس ایواز شدن. چند سال است که ایواز نشده بودن. برای چی؟ برای اون که در این مصوره چیزی است که در این خانه نیست. چی بوده است؟ تو چی میبینی؟ هیچ چیز رو؟ راست میگویی. برای اون که حالا نمیدونی چیزی رو که از سرت نگذارونده و مزهش رو نچشیده ای تصویر کرده نمیتوانی. زنگ زده بود. من جواب دادم. چی میگوید؟ با من هیچ چیز نگفت.
خودت زنگ زده پرس. میدونی او مرا در خاطر دارد. در خاطر دارد گلرو. چند سال پیش کجایی که میرفتید مرا همراه خود نمیگرفتید. بعد امور فرانسه رفت. بعد چند سال آمد ولی ما هم دیگر رو تا حال ندیدیم. با مجید زنگ زنم. نمیزنم. پلین آنور برای چی به فرانسه رفت؟ برای عشق. به مثل دیوانه ها عاشق شده بود. کی بود اون دختر؟ تو میدونی؟ با ما نگفت. برای فراموش کردن اون دختر به دیگر دولت رفت. حالا او رو فراموش کرده است؟ میگوید فراموش کردم، اما باوری ندارم. یا اینکه عاشق حقی نبود. تو از کجا میدونی؟ اگر فراموش کردم گفته باشد فراموش کرده است. کجایی که روی محبت حقیقی رو فراموش کردن نمیتوانی گلرو. من همه چاره رو دیدم اما فراموش کردن نتوانستم. وقتی که خودت عاشق شوی بعد گپ‌های مرا درک میکنی. یاسومن یگون فکر کردی؟ تو چی؟ یاسومن این رو خالی برده مونده ای دخترم. عاشق شده از چی؟ یک فکر دارم. مادر من باید امروز برایم در دیگر جای میشوم. شب خوش. مجید بر وقت به خانه آمدنت مرا شاد میکند. پدرت هم میآید. یک جای خوراک میخوریم. واخوری مهمی دارم. میفهمم. با پلین؟ نه دیگر کس. راستش رو گویم برای شرکت نو حصه های تقسیم کرده بین من و پلین خیلی فکر خوب بود. تشکر زیاد. مجید پدرت باید در این موضوع با تو گپ میزد. فکر میکنم وقت نیفته است. یگان کمبودی است؟ نه کمبودی نیست، اما یک مسئله مهم است. مسئله؟ در حقیقت این به شما تعلق دارد پسرم. در اصل رسم شدن شرکت برای پدرت و عمکت سلیمت یک شرط است. شرط؟ بله. چه شرط؟ خانه دار شوید. مادر بین ما هیچ چیز نیست. یاسومن برای چی شمسی عصبی بود دخترم؟ برای چی در رو نکشودی؟ او مرا مجبور کرد که بیگاه به سیر و گشت برایم. من گفتم که به اجازت نمیتوانم. فقط همین قدر. زنگ زن. زنگ زنم؟ زنگ زن به اینجا بیاید دخترم. چیزی که گفتن میخواهد در پیش من میاد. خیستخا ممکن شمسی امروز نآید. برای چی؟ چی ضرر دارد؟ یگان ضرر ندارد اومدن گیرد. اما من میخواهم حموم کنم. خودتون میدونید حموم در نزد میمانخانه. خیر هیچ گپ نه. به من فرق ندارد اومدن گیرد. این خیل نمیشود. باز یگان روزی دیگر میآید. یاسومن خوب هستی دخترم؟ سرم درد میکند اما جان. شب درست خوب نکرده بودم. به شمسی گویی که دیگر در این ما را زده داد و وای نکنه.
چی کار کنم پدر؟ شمسی را التجا کنم یا اینکه با دستانم دهان شمسی را بندم می شود؟ یعنی اگر در کوچه یگان حادثه شود شما باز مرا گناهگار می شمارید. از شمسی به من چی؟ یاسومن به تو چی شده است دخترم؟ هیچ چیز نشده است اما خسته شدم. خسته. یاسومن التجا میکنم او رو سرزنش نکنید. مانید این روز خودش تنها ماند. میلش انا همین طور عروسی افسانوی. تشکر زیاد به تو شهریه. هیچ گپ نه، من کاری نکردم. اگر تو نمیشدی من چنین بازی رو نمیکردم. زود اومده شو، بزدل نمانی. بخیر است، به مغازه محله میروی؟ چی شده است؟ همین رو میپوشم. مگر میشود با چنین لباس به نزد مجید روی؟ برای او میشود. شمسی زنگ زدن گیرد، جواب نمیدهم. زودتر شهریه مرا از اینجا برار. به خدا یاسومن، با این احوال نمیشود. یک دقیقه. گیر این رو، زود باش. حالا تو رو آرو دادن لازم است. نمیخواهم شهریه. پشیمان میشه. با او نفرت دارم. هیچ گپ نه. زنها به مردهایی که نفرت دارند برای به نزدشان رفتن خودشان رو زیبا میکنند. این به تو کمک میکند و خودت باوری حاصل میکنی. همین طور نه؟ اکنون تو رو آرام میدهیم. هیچ گاه بیرنگ و بار به بیرون نبرای. اکنون بیا. شمسی به تو چی شده است؟ تو نگویی که به کجا میروی؟ تو رو نمیگذارم که روی. سرده اپا رفته با یاسومن گپ زنان در همین بی وقتی چی فکر میکنه توایف است؟ تو عقلت رو خورده ای؟ فرقی ندارد. شمسی کنی کشوده شو. خیلی زیبا. وای من بندم جوره جون بعدتر زنگ میزنم. خدایا توبه. جهان نزاکت اپا. بخشی شما از تلفن شمسی زنگ زدید. فکر کردم که شمسی بر اومد از خونه به نزد یاسومن میرود. دو پایش رو در یک موزه انداخته گفت که در میرود. همین به وقتی؟ مایلش نزاکت اپا. من حاضر به نزدش میروم. شبی خوش. مایلش تشکر زیاد. شمسی خدایا توبه.
ترین خیل نمی شود. در نزد مردم شرمنده می شویم. اگر شمسی در حقیقت یاسمن را دوست دارد ممکن با مادرش آمده رازگی ما را گیرد. هیچ نباشد انگشتری اندازد. بگذار فاتحه شدنی شمسی و یاسمن را مردم دانند. چیکار میکنی؟ زود باش، زود کمش. با کجا اکا؟ با یاسمن گپ زنان میکنم. تایستاغو؟ با یاسمن گوی که با پایان فراید. با او گپ دارم. بیچاره خوب است. کمتر پیش خسته دارو خورد و باز خوبش برد. با یک عذاب خوبش برد. اگر خواهید او را بیدار میکنم. یاسمن مایلش نه، من بیدارش میکنم. بعد باز خواب میکند. سحر صحبت میکنیم. خوبی خوش. اصلیه طبق و کاسد را مانو با اینجا بیا. دستم را سرده، من کار دارم. تو خیلی زیبا شده ای. نکن امری. تلفنت را کش. چی شد؟ جواب نداد؟ مشغول است. برای اومدن دختره چی ها آمده می نمایی؟
برای آن زنگ زدم که شیرینی آماده میکنم. اصلی دوست میدارد اما نمیدونم با شکلات یا با بنان آماده کنم. همین را پرسیدنی بودم. هر دویش هم میشود. باز پیروگ و خورش کارتوشکاکی آماده میکنیم. البته آماده میکنیم. باورم نمی آید که مرا میبینم. مادر جان من همه را خیلی یاد کردم. خونه را توزه نکردی؟ حاضر میکنم. و فکرم تو در خونه مادرت هم همین خیل بودی. نه این خیل نبودم. گلرو با فکر تو کدامش بهتر است؟ اینش. خوراک شام نمیخوری؟ من نیم شب دیگر جا میروم. این خیل باشد تو بازدید. گلرو با فکرت مویهایم را بندم یا اینکه؟ با فکرم خودت را زیاد زحمت نده. من رفتم. همه چیز آماده است؟ بله جنابم. مایلش برادر تو میتوانی روی. باقی مانده‌اش را من خودم میکنم. شب خوش. شب خوش. من کوشش میکنم که بینمون یک دیگر فهمی شود، اما نمیدونم چی میخواهد یاسومن. چیزی هست که من با او داده نمیتوانم. برای چی ما همه وقت یک دیگر رو نمیفهمیم؟ نمیدونم. چی خیلی میفهمی جورا جان؟ دیروز برای یاسومن خوب است، امروز نخوب. تو مرا کی خیال کرده ای؟ آیا گفتم میتوانی من کی هستم؟ کی هستم من ها؟ عذر میخواهم. عذر نخواه. یاسومن برای چی ناراحت شده؟ در مابین بحر با یک شخصی ناشناس تنها بودن هر کس ناراحت می شود. یاسومن همه مرا میشناسند. تو کی هستی؟ شما تا حال خوراک ما نخوردید؟ پدرت را انتظاریم دخترم. شاید در راه باشد. با یک بخوری مادر جان. جواب نمیدهد. مجید است؟ بله. با این شرکت سرم گرنگ شده است. انشاءالله با شوهرم هم کار می شویم. الو آنور خوب هستی؟ تشکر من خوبم. مجید با زنگم جواب نمیدهد. فکر کردم با تو هست. فهمو مادام که از کار برآمده باشد به کشتی رفته است. تو از کجا میدونی که مجید در کشتی است؟ تو خودت امروز گفته بودی. تلفن رو خاموش میکنم تا بازدید. ایستوپیلی فکری به کشتی رفتن را نکن. بلا سند. چه شد؟ زنگ زدی که با من موفقیت گویی؟ مجید من به تو نگران شدم.
یاسومن آماده است به کشتی. یعنی گفتنی هم که اگر نآماده باشد ما میتوانیم واخوریم. پای قدم زنگ تو بوده است آمون. خوش آمدی. زیاد ایستاده نمیتوانم. خوراک شام؟ در اصل من خیر گپ زن. اگر اجازه دهی من کشتی رو کمی رونده بعدا خوراک خوریم یک جایی. نه من وقت زیاد ندارم. یاسومان امشب تو با من خوراک خورده بعدا رقص میکنیم یک جایی. میخوام هر چیز زودتر دست پانم رو گرفته از اینجا روم. وگرنه آن واقعی که آن شب گذشته بود باز به یادم میآید و تو آنگاه میفهمی که چرا من از اینجا زودتر رفتن میخواهم. به خدا جبر نکنی یاسومان. در فکری من کم خاطره هست که با تو علاقه دارد. تو را تا حال فراموش نساختم. چی شد؟ هیچ چیز نشده است. زیغ شدم. خواستم کمی با تو صحبت کنم. میلش گپ میزنیم. بیا در آشخانه گپ زنیم. یاسومن خوب است. من خوب کند. شهریه یاسومن در کجاست؟ به واخوری رفت. در سیر و گشت با کشتی. ای خدای من. فکر میکنم که خوشت نآمد. من گرسنه نیستم. برای این شب تو چقدر به خودت باوری داری؟ باور نکنم. آن شب مردی که دستش رو گرفته از پیش من رفتی کی بود؟ چرا میپرسی؟ خواستم دانم. اگر خوراک خوردن رو تمام کرده باشی من میتوانم دست پانم رو گیرم. نه جورا جانی خیلی میشود. پس چه خیلی میشود؟ از روی نقشه پگو به نزد در خونه یاسومن میروم. جورا جان تو هر روز به نزد در آنها میروی؟ نه جورا جان این نوبت مثل هر وقت نمیشود. پگو رفت از همه که فایس دست یاسومن رو میپرسم. پس موفقیت جورا جان. این دستمانه آنقدر به تو ارزنده است؟ بله. در اصل راست میگویی. الماس نقره و سنگ قیمت بها دارد اساسا برای زنها. گپ در سنگ های قیمت بهایش نیست، بلکه در بوی در آن بوده است. در آن بوی مادرم است، پای دستانی مادرم است. برای ما بر این آدمان خاطره از سنگ های قیمت بها و مال و ملکی که شما دارید خیلی قیمت تر است مجید. باوری دارم که این دستمانه مادرت از این روز پس برایت ارزنده تر خواهد شد یاسومن.
با من رقص میکنی؟ اگر در خاطر داشته باشی ما همان شب در اینجا باید میرقصیدیم. مایلش. الهو این دختر صحت و سلامت برگردد. آه یاسمن آه. به این خونه نگر. راه گر شمسی. من گوش کن. جورا جون، این خونه مثل دیگر خونه ها نیست. نگاه کن به خونه های اطراف. چقدر خونه است؟ انا شمسی رفتیم. در این خونه دختری است که دوستش میدارم. شاید او مرا در خوابش بیند. رفتیم جورا جون، رفتیم میرویم. شمسی رفتیم. شمسی benim sözlüm. به کنجی خانه خود
مردن از آخر، بحث کردن طمع از دست آدم، زبدگویی زبانی خود نگه دار که بر قصدت بود همچون سیاه کار. کسی در هیجان که بر دری راه، دری او را بکوبند از دیگر جا. رفیقی کن همیشه با اصیلان، مکن هرگز گذر سوی کسیزان. مثل تو دنیا ندیده، فصل عشق ما رسیده. افسانه دختر زیبا با خیالات دوگانش که کشمکش‌های زیادی را برپا کردند. من نریمان هستم. همیشه خوشی‌های خود قربان دیگران کردیم و حالا میان دو شخص قرار گرفتیم که نمیدانم بالای کدامش اعتماد کنم. بس که اگر نپیشی کلگی افشایت میسازم. شما خدا چه فکر کردی؟ بیرون شو!